هشدار هشدار مردم ایران به گوش باشید. از روز پنجشنبه ششم شهریور ساعت 3:55 صبح تا شنبه هشتم شهریور ساعت 18:05 ماه وارد صورت فلکی عقرب میشه که بهش قمر در عقرب میگن. تحقیقات نشون داده توی روزهای قمر در عقرب سطح انرژی های منفی روی زمین به شدت بالا میره و این روزها برای شروع کارهای مهم یکی از خطرناکترین زمان هاست. حتی امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس در قمر در عقرب ازدواج یا معامله کند برکت نخواهد دید. برای همین در این روزها خیلی‌ها ازدواج‌هاشون به هم خورده، ضرر بزرگی توی کار دیدن، سفرهای خطرناکی تجربه کردن، حتی روابط خانوادگی پر از دعوا و دلخوری شده. اما این همه ماجرا نیست و این اتفاق فقط برای یک روز نیست. اثرش میتونه تا ماه‌ها روی زندگی بمونه و مسیرت رو قفل کنه. اگه میخوای ذکرهایی رو بدونی که تو رو تا آخر عمرت از شر قمر در عقرب نجات بده، همین الان کلمه ذکر رو کامنت کن.